این میدان پختازوری خوجگی دهقانی به نام عبدالله شرنا در دهه جوانی دهاتی به نام عبدی عوض ناحیه واسه است. روز 19 اکتبر 60 نفر ساکنان محله مشغول جانوری حاصل پخته میباشند. مساحت میدان پختازور 2 گکتار را تشکیل داده. یک روز پیش از 1 گکتار آن به قدر 6 تن پخته جانوری کردند. از این زمین باقی مانده باوری دارند که باز 6 تن پخته جمع میآورند. از جهت حاصلناکی ممکن در منطقه کلوب به مثل باشد. رهبر خوجگی ذکر نظرов میباشد. او میگوید که در این موسم نیالهای پخته 2 مرتبه گل و شانه پرداختند. اگر آن را نگاه داشته میتوانست ممکن از احتمال دور نبود که از هر گکتار به قدر 80 سنتینری حاصل پخته به دست می آورد. در وضعیتی که خوجگی داران از کم حاصلی نیالهای پخته شکایت دارند، برعکس آنها ذکر در این سمت موفق گردید. خیلی مهنت کردن در کار برای زمین چقدر جفت کردن در کار حلال. اول زمین بعد تخمی یکمش انا دیمش همین محصولات رنگی آدم همین رنگ گودکه همین حس که گودک خطه چخل بقوت کنی چخل کلون کنی همون خیلی را تربیت کردن در کار این خیلی نه که این خیلی شوایی که دوره کلتیواتر میگیری اوه میتی این خیلی میشانی همین را اول یکم درجه با فکری ما با تجربه ما ریشه را بقوت کردن در کار ریشه مستحکم باشه خیلی ریشه خنکیج نگیره ریشه کسلی نشوه ریشه بقوت شه این اوقات از زمین اوزوقای مینرالی دو بسیارتر باقی چی کردن میتونه مقصد چخیل بگم پیتات کردن میتونه که زورش میرسه همون مقصدی که گذاشتی به مقصد رسیدی. حالی هم نه حالی هم کمه با فهمیدگی ما حالی اینجور این چی قدر بگوی همون قدر حاصل باید بده اگه این کم تا دیرتر شد بسیاری بر وقتر آینده در ایشالله تکنولوژی نو خدم همین چی کردم همین تکنولوژی نو قد چی میکنم تجربه را اوزی هم تجربه ای پورین هم تجربه ای کردم ای پورین در امسال زیادتر نکی ای سال دیگه واپس دیگه خیلی میشه تکنولوژی نو قد ایشالله میشه بگذره درو بعد خطو نفرونه میبینیم بچه‌م و مردم نشون میدن که چه خیلی میشه که ما میتونیم همین سنه ای خارجی دولت زیاد بگیریم همه امکانیت ها هست. همه امکانه فقط دستگیری ای طرفی چیم باشه حکمت درو ذکر جوانی مهنت دوست است در کش پرورش پخته از نوگانی های علم استفاده کرده است. برای چینکچیان هم شرایط مساعد فراهم آورده است. او میگوید که در سمت پخته‌کاری مقصد دارد که از دولت های همسایه هم گذرد و سال آینده این تجربهش را در عمل اثبات کردنی است. ذکر نظرов این موفقیت خود را در مهنت حلال به زمین و سری وقت با غذا تامین نمودن زمین می‌بیند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.